سلام خدمت شما همه دوستا و طرفدارای جوگا بونیتو. اومدیم با تحلیل و بررسی تکنیکال بازی اسپانیا کیپر و بلژیک و مصر. اینکه هر دو تا بازی مساوی شد. اسپانیایی که ازش توقع میرفت مثل آلمان یه بازی پرگل رو رقم بزنه، ولی با درخشش سنگروان تیم کیپر این اتفاق رخ نداد و در نهایت بازی بدون گل تموم شد. و بلژیک و مصری که اون همینجوری غیر قابل پیش بینی بود، چون هممون تصور میکردیم که بلژیک برتری خاصی داشته باشه، ولی خب اینطور پیش نرفت. نظر تو شما؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما. اول از همه که خیلی ممنون که دارین ویدیو نگاه میکنین، برام خیلی ارزشمنده و از اسم جوگا بونیتو هم خیلی خوشم اومد. اسم سامین گوشم اسم کانالم. راجع به بازی خیلی بی مقدمه سراغ بازی حسین. من راجع به بازی اسپانیا و کیپر، من این سناریو رو خیلی دیدم. بازی بارسا جلوی تیم‌های لالیگایی که دقیقاً 4-5-1 یا 5-4-1 بازی میکنن خیلی شبیهشه و نتیجه همیشه یکسانه. سمت زمین خودت بمون، حواست باشه عرضو بگیر، اون وسط زمین رو بگیر، تجمع زیاد باشه که همه فضای خالی رو بپوشونی. و اونجا که اسپانیا یامال رو نداشت، حداقل تا اواخر بازی نداشت، بعد اون که اومد موتور تیم بزنه یا راه نیم ساعت آخر بود تقریبا، 20 دقیقه آخر. و با خاطر نبودن یامال و نیکو ویلیامز اون خلاقیت و سرعت از دو طرف گرفته شد و بیشتر در میانه زمین بودن، سعی میکردن از توانایی پاسکاری پدری و رودری استفاده بکنن تا اینکه بخوان تو مثلا به کناره ها و از دریبلینگ وینگر استفاده بکنن و این کار رو برای کیپر راحت‌تر کردش که بتونن قاطی کنن تو مرکز زمین و آره. توپو دور کنن. چون بازیکنی نیست که یکی دو نفر یهو بخوام بزنن سرش. این یامال تک به تک بتونه راحت برداره. آره. یامال علاوه بر دریبلینگش، اون پاسایی که میده، پاسای خلاقانه که میده، اگه اون پاسا قطع نکنی خب میرسه به حریف و کارو تمام میکنه. خب. ولی یه نکته ضعف دیگه هم اسپانیا داشتش، اونم نبود نوک قاطع و تمام کننده هستش. آره واقعا یه تمام کننده قاطع میخواد، یه کسی که همه چشم بسته توپو فقط بفرستن براش و بدونن که خب اگر این توپ فقط برسه به این بازیکن میتونه از چجوری بگم کمترین موقعیت ها بیشترین استفاده رو بکنه. ببینین من به اوازار احترام زیادی قائل هستم، چون بالاخره خب تو یورو عملکرد خیلی خوبی داشتش، من بهش کردیت میدم، ولی نه در حد یک مهاجم یک تیم مدعی برای قهرمانی جام جهانی. مثلا تو یه مقایسه بکن، حتی با فرانسه مقایسه نمی‌کنم، حتی در حد ایگور تییاگو برزیل هم من نمی‌بینمش، نه به خاطر اینکه چاچ خیلی هم هست، ولی اون فیزیک بدنی لازم، اون سرعت، اون قوت بدنی لازم، حتی اون جوونی لازم نداره مثلا دیگه پیشرفت میکنه. من به شخصه یه جوون داشت آکادمی رئال مادرید به اسم گارسیا، اسم کوچیک یادم نمیاد، آلوارو گارسیا، دقیق حضور ذهن ندارم. آره بنابراین یک گارسیا داشتن که توی جام جهانی باشگاه هم حسابی درخشیدش. این فصل زمانی که امباپه نبودش داشت بعد بازی نمی‌کرد. من جای ترافونته بودم شاید اونم می‌آوردم، هرچند ریسکش زیاد بودش، ولی خب تو دیگه از اورزابال و فرانتورس که بدتر نمی‌خواست بازی بکنه. به نظرم یه مهاجم تمام کننده خیلی خوب میخواد، حالا با فیزیک بدنی لازم. آره. و اینکه موراتا هم دعوت نکرد من عجیب بودش، چون موراتا هرچی هم بود باشه باز نمیگم خیلی بهتره وقت فضای از اورزابال، ولی موراتا خب میتونه تو سرزنی‌ها، توی ست پیسا میتونه خیلی درسته که تجربهش زیاده موراتا، ولی مهاجم فرصت سوزیه، یعنی فرانتورس هم همینه دیگه. خب ببین بعد تیم اسپانیا تیم کلا جوانگرایی، اگه نگاه کنی اورزابال 30 سالشه هست. خب به جز اون دیگه کیو داره که سنش خیلی بالاست؟ به جز اون رودری 28-29 سالشه دیگه، شاید انگشت شمار باشن، یعنی مثلا لاپورتا هم هستش، 3 تا دیگه، بقیه اکثرا زیر 25 و 24 هستن. آره الان امثال پدری و
ارزمون گاوی و یامال و گاوی و اینا رو بخوای حساب کنی همه 18 19 20 سالن، نهایت 21 2 ساله. خب شاید اینم میتونسته یکی از دلایل دعوت نشدن موراتا باشه. و نه آخه تو پست موراتا به نسبت به هم پست خودش جوون نبود. یه دونه همون بازیکن آکادمی رئال بودش که اومد این فصل تیم اصلی، یه گارسنای بودش، یه اونه بازیکن دیگه جوون نیست خودش بگیره. حالا باز دلایل خودشو داشته سرمربی این تیم، قطعا ما اندازه اون اطلاعات نداریم که خب خیلی راحت بگیم میتونست این کارو بکنه. موراتا من داره تو کم بازی میکنه در نظر بگیرید. خب اینم هستش و شاید یه افتی داشته که امثال تورس و مهاجمی که حالا داشت بازی میکرد، گفت چی بود اسمش؟ اویارزابال. اویارزابال شاید ترجیح داده به موراتا، شاید به خاطر این شاید افت کرده و اون آمادگی لازمو شاید نداشته، شاید انگیزه لازم نداره و شاید هم به سبک جدید، نمیخوام بگم سبک جدید، شاید منظورم اینه که اون پاسکاری و تیکی تاکایی که اسپانیای جوون داره شاید سبک بازی موراتا نمیخورده. این هم میتونه یکی از گزینه‌ها باشه. من یه نقطه ضعف بزرگ دیگه که در اسپانیا میبینم با ترکیب دقیقاً همینا هم میتونست بره، یعنی اون برتر تو باد قهرمانی یورو موندن به خصوص یامال ویلیامز. اینم یکی از دلایلش بود و به نظر من هم تیم کیپرت خیلی خوب آنالیز کرده بود اسپانیا رو و از طرفی نبود ویلیامز و یامال خیلی تاثیر داشت تو جریان بازی و از همه مهمتر احساس میکنم که اسپانیا دست کم گرفتی حریفش رو، طبیعی دست کم دیگه و همین باعث شد که شاید اونا نتونن نتیجه دلخواهشون رو آخه ببین اینجا یه تفاوت از وزن‌ها خیلی نامانگه. بذار مثال بزنم، مثلا که دقیقاً خوش می‌خوام بگم، تو فرض کن رقیبت اسپانیا باشه، 500 تا ویدیو از دیبلای یامال تو میتونی به تحلیل بکنی. خب اینم هست. ولی رقیبت کیپورت باشه، تو چی می‌خوای راجع به اینا تحلیل بکنی؟ چی موجود راجع به اینا هستن؟ تو خود یه اسمی که بازیکناشون رو بگو اصلا. من اسم خود تیمم کلا یکی دو باشه، نه حالا به خدا قبل از اینکه با تیم ملی بازی کنم مثلا نمی‌رسن کشور دارن. من مثلا تیم چجوری میگن منتخبی مثلا از یه شهریه، نه اینکه یه تیم ملی باشه. بعد جالب نیست کلا 150 100 ساله که کلا توش جمعیت ساکنه این و خب حالا و عملکرد فوق‌العاده دروازه‌بانشون که نمره 9 گرفت با 7 تا سیو خیلی واقعا درجه یک و این همه رو شگفت زده کرد. داغ حسین بازی روزش بود به نظرم. روزش بود، نمیتونیم بگیم 12 کاس جهانی. آقا پریمیر لیگ بخرش، نمیدونم نه چلسی بخره جای سانچز خودم در این حد نمیتونه باشه. ولی خب بیازار سعی قضاوت نکنیم مملکت اسپانیا رو، میتونه خیلی ما شگفت زده بکنه به حالت مدعی توی حذفی هم برسه موتورش روشن میشه. قبلا ما این تیم‌ها زیاد داشتیم، خیلی زوده برای اینکه بخوایم پیش بینی کنیم برای صعود و حالا اینکه برای صعود که قطعیه دیگه اون اسپانیا ببین نمیشه. خب الان مثال میگم، فکر کن اگه به جای اسپانیا یه تیم دیگه بیاد با کیپرت بازی کنه و همین عملکرد خوب و از خودش نشون بده و توی یه ضد حمله بتونه به گل برتری برسه چی؟ خب فرمایش شما متین، ولی خب چیزی که در نظر بگیرید که تو این گروه اسپانیا قطعا میره بالا. خب این که بخواد بره بالا واقعا بعید میدونم که نره دیگه، با توجه به دیگه نهایتش اینه که بازیکن‌ها و ستاره هایی که داره، یعنی یه خیلی بده دیگه باید یه حادثه مثل حادثه یونایتد پیش بیادش، اون تیمش با تیم که حتمشون سقوط کردن تن بازمانشون جناب آقای سر بارتون سر بابی چارتون از باقی مانده‌اشون بوده که تو بوتالام گرفت از مد بازیکن انگلیسی که تو بوتالا گرفت. واقعا از این قضیه بگذاریم بریم سراغ یه جنبندی بکنیم راجع به این بازی. به نظر تو اسپانیا تو این بازی چی کم داشت؟ من میگم به خاطر نبود بازیکن شوت زنی مثل فرمین لوپز، اون عنصر شوت زنی رو خیلی نداشت، با این که حالا یکی دو شدم زدن شدن بیرون محوطه هر نقطه زمین یکی از بازیکنای میتونم بگم اصلی رو نداشت. توی 4 تا نقطه 2 تا وینگرها و یه شماره 10 مثل فرمین لوپز و یه مهاجم تمام کننده. خب اینا خیلی موثره توی حمله،
اسپانیا تیمیه که اگر درست به یاد داشته باشم 4-1-2-3 بازی میکنه 4-2-3-1 یا 4-2-3-1. یعنی یه تیم میتونم بگم 85-90% هجومیه، مخصوصا با وجود بازیکن‌های سرعتی مثل ویلیامز و یامال که حالا با وجود بازیکنایی مثل پدری و فرمین لوپز که این سه تا توی یه تیمن آره اینا میتونن خیلی خوب با هم دیگه کانکت بشن و تیمو قشنگ جلو ببرن. ولی خب جنبندی بخوام بهت بگم به نظرم یک هم دست کم گرفتن تیم حریف بود و هم نبود بازیکنایی که بودنشون همیشه خدا موثر بوده توی بردا، یعنی یا گل زدن یا پاس گل مثلا اگه از اول یامال بود شاید چیزی دیگه بود. آره 100%. من اعتقادم به اینه که شاید که یامال هم میبودش نتیجه خیلی فرق نمی‌کرد. مثلا در اینو آلمان و آره خب نمیتونیم بگیم فقط یه دونه یامال تاثیر داشته. بخوای مثلا روی زمین نگاه کنی توی 4 تا نقطه به صورت لوزی به هم دیگه وصل بودن، یا حالا مثلا یه مثلث یه مثلث که بین دو تا ضلع پایینش یه بازیکن هم بخوایم قرار بدیم. آره و این نظر بگی که فران تورس هم تو پست غیر تخصصی بود، تو وینگ چپ بود. آره خب اینم پست که توش خیلی چیزی واسه ارائه نداره، هرچند کلا چیزی واسه ارائه نداره، ولی خب حالا دعوت شده اصلا گزینه بهترش نبود، منطقی بود خانه شدم. خب بریم سراغ بازی بلژیک و مصر. اینجا واسه تو شروع کن. بذار من اول یه ذره ترکیباتشون رو بخشم بگم تو شروع کن بخودم میکنم. بذار من اول از مصر بگم، تیمی که یه مثلث خط حمله عجیب داره که یکیش که محمد صلاح که اون یه بازیکن تمام عیاره، همون دیگه اون می‌شناسیم دیگه، محمد صلاح دیگه طرف خوش نواده، طرف شرکت نکرده بود توی انتخابات کشورش، بهش 1 میلیون تا رای دادن، همین تیم بره رئیس جمهور میشه. اینو جورجیا خب یه شخصیت معقوله. آره جورجیا میشه رئیس جمهور کشور شده، فوتبالیست بود توی میلان ولی رئیس جمهور کشور شده. ببین مثلا تو اسم کن بقیه بازیکن رو بس همیشه بایشون بریم مربی بشیم، بریم مثلا تو فدراسیون کار بکنیم، رفته تو سیاست و اقتصاد کلام آدم میکار نکردم مرد حسابی. حالا البته یه کشور خیلی عقب مونده، مثلا یه کشور خیلی عجیب. البته خب این احتمال برای مسی و رونالدو هم وجود داره که اگه قدم بردارن تو اون مسیر 100% نفر اولن. ولی خب بعید میدونم، معمولا ورزشکارا همینجوری استثنا پیش میاد که سمت اینجور چیزا برن. ولی خب از بحث اصلیمون خارج نشیم و عمر مرموشی دارن که اونم نمیگم خیلی کیفیت عجیب غریبی داشته ولی کیفیتش قابل قبول بوده. اصلا تو ذخیره منسیتی هم بشی بازم خیلی خودش خیلیه. و خولیان آلوارز هم توی منسیتی بود دیگه که بعد رفت توی اتلتیکو درخشید. البته تو آمارش توی منسیتی بهتر بود ولی خب بازم توی لالیگا خوبم با اینکه تعویضی بود بهتر بود. آره راست میگی. سطحش بالاتر بود. الان چیزی که من ذهنم درگیر کرده، یه بازیکن جوان دارن چون اخبار بارسا دنبال میکنم میدونم اینا، به اسم حمزه عبدالکریم، 18 سالشه، یه قد و قامت به نسبت خوبی داره، فیزیک بدنی خیلی خوبی داره، تو این سن به نسبت بارسلونا اول قرضی آوردش، بعد گفت جون چه پسری، قشنگ آوردش، قشنگ گرفتتش واسه مهاجم که تیم بهش، بعد دعوا شده به تیم از موقت به دائمی تبدیلش کرد. آره بعد شده عضو تیم ملی مصر. چی گفتم انگار سیغه است موقت به دائمی. قراردادش رو از قرضی به دائمی، این بار دیگه واقعا دائمیه. آره موقت نیست. بعدش ببین من دارم پیشرفت مصر رو میگم، ما تا قبل از محمد صلاح تو کی از مصر یاد میاد حسین؟ واقعا هیچکی. حالا خیلی سن و سالی هم نداریم ولی صلاح رو هم فقط به لطف مثلا یکی مثل لیورپول میشناختیم. آره که من تو قبل از اون اگه فوتبالی اصیلم باشی توی چلسی و بازل سوئیس روم هم بودش. آره یه مدت توی روم بود. من از اونجایی شناختمش که توی روم بود و من اگه درست یادم باشه PS 2000 چند بود بازی میکردم خدایی توی گوشی، ولی قضیه بیشتر از 7-8 سال پیشه. آره دیگه نه 9 سال تو لیورپول خیلی قبل دیگه. حالا دیگه
خیلی قبل، یعنی اگه بخوای حساب کنی همون فکر میکنم 11 سال میشه. آره 2014 بود، 15 بود، 13 بود، اینطورا بود که من بازی میکردم. توی روم بود و اون بازیکنم سرعتی بود و همش آره ازش استفاده میکردم و از اونجا شد که مثلا این بازیکن رو شناختم. یعنی تو حالت عادی من هیچ شناختی ازش نداشتم. من دارم میگم که محمد صلاح فقط از یه بازیکن عادی شدش، تبدیل به یه نماد شد که دگرگون کرد فوتبال کشورها. خیلی محبوبم شد، هم توی لیورپول آره. هم توی تیم ملی مصر و یه جوری بود که انگار چطور الان حالا جدیدن مثلا بازیکنای مثل مارتینز و آلوارز و کم و بیش اوتامندی و دیپاول و فرناندز بود اون که توی چلسی الان آرژانتینی، انزو فرناندز. باز الان آرژانتین چند تا بازیکن داره، ولی تا همین چند سال پیش فقط میگفتن یه آرژانتین یه مسی. نه قبلش مارادونا بوده. نه منظورم بعد از مارادوناست. آره بعد از مارادونا. نمیخوام به خیلی سال قبل‌تر برم. آره. منظورم برای همین جام جهانی 2014. حرف من چیه؟ حرف من اینه که یه زمینه، یه ساختاری اومدن شکل دادن که جوون 17-18 ساله تونسته بره برای بارسلونا تست بده. آره و این خیلی این چیز اصلا این چیزی که ما باید سالها هستش تو ایران بخوریم. بعد اینجا جوون 18 سالمون باید به سربازی واقعا این یا باید به زور یه هزینه بده یا حالا حتی اصلا بدون هزینه وقت خودش رو بذاره توی دانشگاه و گاهنم میبینی درسی بخونه که اصلا بهش علاقه نداره و فقط از سر اینکه سربازی نره یا صرفا دیرتر بره وارد دانشگاه میشه و در آخرم باز بعد از درسش میاد میره سربازی منتها با سن بیشتر و در حالیه که توی همین کشورهایی مثل مصر و حالا اسپانیا و غیره که خیلی اسپانیا که خیلی وقت اینطوری ما داریم با مصر 16 ساله رکوردای مثلا بزرگی دارن که توی تیم ملیشون ثبت شده، نه فقط باشگاهی. جوانترین گلزن دیگه، حالا بهترین بازیکن زمین شدن و امثال هم. ولی متاسفانه توی ایران اینطور نیستش و طرف یا باید استرس دانشگاه رو بکشه یا به فکر سربازی رفتن باشه و این خب خیلی غم انگیزه. و حالا از بحث اصلی خارج نشیم، خیلی راجع به مصر به نظرم صحبت کردیم و تو این بازی هم بعد عمل نکردش. توقعی که ازش داشتیم بیشتر به جا گذاشت، یعنی فکر نمی‌کردیم انقدر خوب عمل کنه. شاید یه تیمی مثلا در حد تیم نیوزلند می‌دیدیمش، ولی خب فکر می‌کنم قطعاً بازیمون جلوش خیلی سخته. نیوزلند که من نمی‌بینمش واقعا، تیم بزرگتر از این هست. بالاخره همیشه یه پای ثابت. من فکر می‌کردم که این دوتا مثلا توی سطح باشن و خیلی تیمای قدری نباشن، ولی خب ثابت کرد که نه اینطور نیست و شاید توی این دوره به جای مراکش مصر باشه که بخواد پدیده بشه. ببین من هنوز اعتقادم بر اینه که مصر شاید حتی اگه پدیدم نشه کارشو میکنه. آره مثلا دارم میاد که ببین واسه این میاد که مثلا یه تایق سازی بکنه، به این نیت اومدن چون یه خودی نشون بده. یکی از شاید دو تا یکی مونده با آخر جام جهانی صلاح باشه آخرش باشه دیگه، جام جهانی بعدی چون 37 سالشه. خب دقیقاً بعد تو وقتی یه بازیکن مثل صلاح کاپیتانتونه، کاپیتانشون درسته میگم کاپیتان باید با کاپیتان باشه دیگه. من یه بازیکن قضیه نگاه یه بازیکن مثل صلاح مثلا توی تیمتونه تو خب روحیت ده برابر میشه. خیلی آقا ما بازی میکردیم توی مثلا فوتبال توی مثلا من دروازه وای میستم بازی میکردیم توی مثلا مدرسه، یکی از بازیکن‌های قوی میومد تیممون دیگه میگفتیم آقا حل ما همتون رو رنده میکنیم. حالا یکی هم ما میخورد قوی رو هم میادن دیگه تیم دیگه. دقیقاً همین بود. آره خلاصه حتی به نظرم اگه بعد از اینکه از دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کنه تو کادر فنی مصر هم حضور داشته باشه، باز هم قوت قلب ببره بازیکن‌ها. و از طرفی حالا راجع به تیم بلژیک میخوام بگم توقعی که داشتیم و این بار بلژیک به نمایش نذاشت، یعنی انگار جور بلژیک و مصر کشید توی این بازی. درسته و جوری بود که اصلا من اما تغییر نکردم. اول هم یکی بود مالنده کنه اون که 100 البته متاسفانه، ولی
حالا یه سری از صحنه‌های بازی که من دقت کردم انگار که تیم قطره مصر بوده و بلژیک بوده که یه تیم پایه بوده که می‌خواسته مثلا توی جام جهانی خودی نشون بده، اینجوری بود. و با وجود لوکاکو، دیبروینه و دوکو، تروسارد و کورتوا، توقعمون خیلی بیشتر از این حرفا بود و گل بلژیک هم به نوعی گل به خودی شد. خب اونم درسته که رو فشار بازیکن خود بلژیک بود، ولی واقعا یکم عجیب بود برام این نتیجه، مخصوصا اینکه بعد از اومدن لوکاکو در نیمه دوم تازه به گل رسید. من فکر می‌کردم خب اوکی الان که گل خورد یه بازی جذاب‌تر می‌بینیم، بلژیک می‌خواد خودی نشون بده بگه من بلژیکم و به اصطلاح به همین راحتی کم نمیارم، ولی مصر پا پس نکشید و واقعا خیلی شجاعانه بازی کرد من باید بدون ترس. منتها من یه انتقادی واقعا دارم، انتقاد کردن یه فوشی دارم. کدوم کثافتی مربی بلژیکه؟ آقا تو اگه چوب خشکم باشی نباید با این ترکیب توی این 10 سال اوجیزی که ببری موزه و یه زمانی ادعادات پرنگ داشتی تو. به نظرم اگه اصلا مربی نداشتن هم بازیکن‌ها میگم تقریبا عزیز اکتی بازی نمی‌کردن. توی هر پستی ستاره داره که بتونن کارو جمع کنن. دوکو مصوم باشه. دوکو مصوم شد توی بازی که حضور داشت. حالا متوجه نشدم که مصوم، این خبر خوب برای ماه. خیلی دماغ فرقی نمی‌کنه. هرچند البته فرقی نداره دوکو باشه یا لوکاکو. فکر کنم هازم هستش که مصومش جزئیه فکر کنم. حالا ببینیم که میتونه دوباره به جام، ولی فکر کنم نهایت یه بازی نباشه و دوباره در ادامه جام حضور داشته باشه. به نظر کی سود میکنه از این ورود؟ ببین ما توجه به اینکه هر دو تا بازی مساوی شد. ببین ما که زورمون به همین نیوزلندش هم به زور نرسید دیگه. آره واقعا نرسید. و یه دونه بازیکن خوب داشتن توی پریمیر لیگ هم کیسوود بودش. حالا اینجا در نظر بگیر که مس دو بازیکن خوب پریمیر لیگی داره، یه بازیکن داره ما آکادمی بارسا که بچه‌های تای کوچه لامانسیا من تیم ملی بهتر بازی میکنن. اون بچه‌های سر کوچه خود آکادمی هم نه، بچه‌های بغل لامانسیا. آره چون فوتبال تو خونشونه. یعنی وقتی تو میای آکادمی لامانسیا نمیگم حالا هر کسی از آکادمی میاد بیرون چه خفنی میشه، نه، اما بهت قول میدم بیاد تو ایران پادشاهی میکنه. من به نظرم یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه که اونا از بچگی این برتریه رو داشته باشه میدونی چیه؟ من نمونهش خودم مثال میزنم، حالا نمیخوام خدای نکرده برای بقیه سوء تفاهم پیش بیاد. از بچگی میرن دنبال چیزی که هم استعدادشو دارن و هم علاقهشو دارن، حتی اگه موفق نشن. ولی نمونهش خود من بهم میگفتن که برو مثلا مکانیک بخون، برو پزشکی بخون، برو نمیدونم وکالت بخون، از هر شغلی یه بخش پولدارشو مثال میزنن، فلانیو ببین داماد فلانی، پسرعموی فلانی وکیل، دکتر، نمیدونم مکانیک، فلان قد درآمدش، آقای خود. ولی من خب مثلا خیلی خودم علاقه داشتم، هیچ وقت نشیدم یکی بهم بگه خب تو به فوتبال علاقه داری بیا مثلا ببرم یه باشگاه درست حسابی 4 تا تست بده زیر نظر یه مربی بازی کن، اگرم رد شدی دوباره مثلا پیشرفت کن و دوباره بیا تست بده که شاید به جایی برسی. همش متاسفانه اینجوری بوده که یا باید واقعیت رو بگم بابایی پول داشته باشی یا یه پارتی خیلی کت کلوف که بدون پول هم برات کار انجام بده و اونجا پول میگیرن که فوتبال بازی کنن، ولی اینجا باید پول بدی که فوتبال بازی کنی براشون. حسین جان اصلا تو متوجه منظور قضیه نیستی، کلا قضیه خیلی باگدارتر از این حرفاست. چون الان یه مثال کوچیکش بود برای خودم، چون تو اگه بتونی یه جوون با استعداد مفت رد کنی مفت بیاد تو تیم ملی دیگه، اون دلالی که میاد یک دهم نمیدونم دو دهم سهمشو میگیره که آدمی نمیدونم 35 ساله از آفریقای جنوبی که مامانش هم نمیدونم فوتبال بازی میکنه نمیدونم چه راحت تیم ملی از تیم باشگاه ما در آوردش، مثلا چه بدونم خیلی از این داشتیم. ولی یکاش مثلا ژو اصلا کجا بازی میکنه قبلش به خودم من نمیدونم ژو کجا. این یه بنده خود اسمش کریستیان اوساگونا، اسم در حد کریستیان رونالدو، بازی در حد. قبل از اونم یه بازیکنی داشت نمیدونم بعد از اون قبل از اون پرسپولیس جونیور بود اگه اشتباه نکنم، برزیلی هم بود و
از برزیلی بودن فقط جمهوری شد. آره واقعا. و یادمه که توی یکی از بازی پرسپولیس با تراکتور قشنگ یادمه از داخل محوطه 6 قدم که میگم مال دروازه‌بانه تک به تک و اصلا زد اونور، یعنی خارج از چارچوب به سمت کرنر زد و خدا تومن پول اون بازیکن بود و کلی با منت هم داشت بازی میکرد. بعد از این فصل هم پولشو گرفت و بعد بای بای. متاسفانه 99% لیگ ایران شده همین که دلالا برای اینکه خودشون یه سودی بکنن میاد یه کسی که به قول تو مامانش هم نمیدونه این داره فوتبال بازی میکنه رو میارن، آقا این بازیکن خوبه ببرید حتما نتیجه میگیرید، گلزن درجه چارچوب شناس دو پاس، آره یه نمیدونم سرزن فلان. بعد میبینی در حد مثلا کوچه آفریقاست مثلا. اینجوری بگم که بچهای مدرسه ما تو کلاس 10ام 11ام خیلی بهتر از اون فوتبال بازی می‌کردن. آره دقیقاً. حسین راجع به بازی رو برگردیم، این خیلی داریم میگه اوقات میریم به حاشیه ولی آره. جذابیت بحثم همینه دیگه. دقیقاً. حسین توی این بازی به نظر کدوم بازیکن خیلی نظرتو جلب کرد؟ کدوم بازیکن برات خیلی جالب بودش؟ کدوم بازی، اسپانیا یا بلژیک؟ بلژیک در مقابل مصر. ببین تو بازی این دوتا تیم صلاح که خیلی خوب چیز خاصی نداشت. ببین بازیکن خاصی تو ذهنم نیست، من بیشتر بازی تیم ملی مصر ششم اومد که انگار که خستگی ناپذیر بودن و آتش داشتن برای زدن گل برتری حتی و خیلی هم به سختی دروازه‌شون باز شد. یعنی احساس کردم مثلا مربی بلژیک اینجوری بود که وای خدای شکر حداقل مساوی میگیریم، در حالی که این باید مثلا دیالوگ مربی مصر میشد به نظرم. ببین چیزی که نظر من جلب میکنه اینه که همه تیمای مدعی اومدن یه مربی خفن آوردن. حالا اسپانیا که از قبل مربی قهرمانی رو داشتش، گفت ما با دست تکه بنده نمیزنیم، با اینکه گواردیولا آزاد بود هر چند روز آخر جام جهانی. ولی خب حیف شد گواردیولا یه میمد اصلا. گواردیولا شاید نمیتونست اون لحظه آخر خیلی تاکتیکاشو پیاده بکنه، مربی که به زمان نیاز داره، ولی خیلی جذاب میشد. 100%. همون اینکه اسمش میمد وسط اصلا آره اوضاع خیلی متفاوت تر شد. اینو میخواستم بگم که به طور کل انگلیس رفته توخل آورده با هزار مشکلی که با آلمانیا دارن، نمیدونم آلمان اومده ناگلزمن آورده، برزیل اصلا تو کل کاریرش اصلا مربی نمیدونست چیه، اصلا اینا به مربی اعتقاد نداشتن، اینا میگفتن که آقا بازیکن‌ها خودشون بازیشون میکنن دیگه، مربی میگه چیکاره، ما برزیلیم و خودمون فوتبال تو خونمونه و آره اونا کارلوتو آنجلوتی آوردن. تو ان نگاه کن آخه اصلا انگار مربی‌ها یهو کوچ کردن به جام جهانی و این جذاب میکنه. به نظر من این جام جهانی نبرد مغزاست. به نظرم ژنرال رو بود که نیاز به معرفی نداره. آره و اندام آمادش همین که یه مربی خودش رو فرمه خودش به نظر لوئیس انریکه یک سری نشون داده بودش از پاهاش، میگفت پاهای شما بعد از 2 شبانه روز سواری دوچرخه کوهستانی این شکلی میشه. لوئیس انریکه در سن 70 سالگی. یه چیزی اومد تو ذهنم از بازی ایران نیوزلند که لب زمین وایساده بود مربی ما، بعد انگار که همش اینجوری که بعد مثلا می‌خواست یه چی بگه انگار صرف نظر می‌کرد دوباره این دستش بود دوباره این میاد پایین، بعد فکر می‌کرد انگار که می‌خواست فقط انگار نشون بده که یعنی من دارم یه سری نکات رو یادآوری می‌کنم. آره و واقعا انتظار بیشتر از اینم نمیشه داشت با این اوصاف، با این میانگین سنی، با این سبک بازی و حالا قصد توهین ندارم خود نکرده ولی با این مربی تمامیش تیم ملی مونه، ما دوست داریم صعود کنه. البته من میگم مثلا خودم از دقیقه 30 به بعد داشتم بازی رو نگاه میکردم ولی و اون جایی هم که گل دومو زدیم خوشحال شدم که حالا بعدش فهمیدیم آفسایده، ولی خب همون یه لحظه‌ای که فکر کردیم که الان جلو افتادیم خودش اصلا یه خوشحالی از ته قلبی رو بهمون داد. قطعاً دوست داریم که نتایج خوبی رقم بخوره برامون و بتونیم برای اولین بار صعود کنیم، ولی متاسفانه حسین
یک جمع‌بندی بیا بکنیم، ویدیو خیلی طولانی نشه. از به تیمی که راجعشون صحبت کردیم کدومشون تو این فصل، ایرانی که حساب نکنیم که مدعی نیست برای جام جهانی، کدومشون برای جام جهانی مدعی هستن؟ بین اسپانیا، مصر، بلژیک، کیپر هم حساب کنیم. تو هم خواستم کیپر دیگه فاز جواب خبونی بردار که. آره من از بین اسپانیا و بلژیک کیپر انتخاب میکنم. آره کدومشون؟ من از بین کیا دوباره اسپانیا، بلژیک، مصر، تیم‌ها که صحبت کردیم اینا بودن. چه میشه؟ طبیعتا انتخابم اسپانیاست، ولی مصر هم تیم اذیت کنیه. من دوست دارم اسپانیا نه سود که میکنن تقریبا همشون دیگه اصلشون. از گروه ایران من یکم خودم امیدوار هستم، ولی خب خود مصر هم میگم خدای فارغ از هر گونه تعصب تو دوست داری آخرین جام جهانی محمد صلاح ببینی که دوستان داره تمرین حذف پیش میره جلو، یا آخرین جام جهانی مهتاری نه؟ خیلی برام مهم نیست، اینجوری بهتر بگم. بیشتر همون تیم ملی خودم برام من دوست دارم. یه سری کامنت میذارم وای وطن پرست اون حرفا چی بود، نه این چین داستانی نیست. و اینکه دوست دارم واقعا تیم ملی صعود کنه و حداقل مردم تو این وضعیت بد و اوضاع در هم ریخته اقتصادی یه دلخوشی کوچیکم داشت، چون میبینم افرادی رو که پیگیرن وقتی گل میزنه خوشحال میشن از ته دل و امیدوارن و هنوز زندگی براشون یه سری معناها رو داره که فوتبال هم یکی از همین است. من واقعا دروغ نمیخوام بگم دوست دارم تیم ملی صعود کنه، نه به خاطر اینکه خوشحال نمیشم. چرا خوشحال میشم؟ حتی با اینکه بازی درست حسابی ندیدم، ولی صبح بلند شدم نتیجه نگاه کردم. مگه مثلا مهم نبود نگاه نمیکردم؟ هرچند بعدش هم نیازم صبح بیدار شد، بعدش هم میتونستی نگاه کنی. ای دنبال نتیجه بودی. آره حالا خودت اذیت نکن بعدش. ولی دوست دارم اون تیمی که حقشه بره بالا، اون تیمی که واقعا فوتبال بازی میکنه. من بیشتر از اینکه طرفدار تیم فوتبال شانسی باشه. آره واقعا مثل اون جنم و جوبوزو که خوش نشون داد. مثلا ما همچین آتش نداریم. آره من نمیتونم این اشتیاق ببینم تو بچه تیم ملی ما که ما بریم به خاطر این مردم، ما بریم به خاطر اینا. همچین بال روشون نیستش. آره یاد قیافه عثمان دمبله افتادم زمانی که تو فینال لیگ قهرمانان پارسال جلوی اینتر با اینکه 4 تا گل جلو بودن یا 5 تا 4 تا جلو بودن. آره 4 تا جلو بودن و اون تو زمین خودشون و دقیقاً به نزدیکترین فاصله به توپ منتظر بود که داور سوتو بزنه، بازی به جریان میفته و یه نگاهی که من هنوز سیر نشدم آره از گلزنی و دویدن توی چشاش بود. اون باید تو وجود بچه باشه که متاسفانه نیست. یعنی ندیدم توی هیچ کدوم از بازیکنان ندیدم که اون آتشه باشه که آقا من باید الان بودم دنبال توپ، برام مهم نیست 10 تا زده باشم 5 تا خورده باشم، من باید این موفقیت رو به دست بیارم. نه فقط برای خودم، برای کشورم، چون اونا اجرای نماینده ما دیگه و ازشون توقعاتی هم داریم. درسته که خب حالا با توجه به وجود ستاره های زیادی توی تیم‌های دیگه امید شاید کمتر باشه، ولی دوست داریم که قطعاً حداقل یه فوتبال جوگا بونیتویی برامون به نمایش بذارن. من نمیخوام چیز خیلی خاصی بگم، فقط به عنوان یک جوانی که 19 سالمه باید به فکر سربازی باشیم. آره سربازی طنز تلخ بودایی. آره من در واقع تحصیل هستم، عاشق هفتم، عاشق فوتبالم و خب با خودم گفتم که چرا بیننده‌های بیشتری نداشته باشم، چون دیگه از صحبت کردن نظراتمون رو به اشتراک بذاریم. از صحبت کردن با بقال سرکوش و عطار سرکوش خسته شدم. میام دم عطاری با اون بس ما دیگه نباید تو رو برای خرید عطاری بفرستیم. فکر کنم نهایت یه خرید سوپرمارکت. حالا دور و بر کسی ندیدم بشینه بحث فوتبال کنه سوپرمارکت، ولی آره ولی عطار ظاهرا حتی خیلی
نه مشتاق تره. بذار مؤدبانه‌شو بگیم. به طور کلی دوست دارم راجع به فوتبال صحبت کنم. شما مگه صحبتی، نظری، قوری، شکایتی راجع به حرفم بودشین؟ انتقادی راجع به ویدیو و حالا فوش فقط ندیم دیگه، گناه داریم. آره دو تا بچه مظلوم اومدیم داریم براتون ویدیو میگیریم که بتونیم نظراتمون رو برای شما به اشتراک بذاریم و بلکه بتونیم 4 تا چیز هم از شما تو کامنت ها یاد بگیریم. راستشون همینه. آره. و اینکه امشبم فرانسه سنگال داریم. راجع به اونم یه ویدیو میخوایم بذاریم. یه ویدیو شورت میذاریم که حالا حالت پیشبازی بشه که ببینیم این مدعی هم متوقف میشه در شروع جام یا میتونه گلیم خودش از آب بیرون میکشه. من میگم میکشه. یکم تیمای آفریقایی چقدر رو بد بدن. فرانسه تیم آفریقایی بسازیم بعد مرد همشون آفریقایی تبارن. درسته ولی خب یه شیر در مقابل یه شیر قرار بگیره یکم پیش بینی سخته. ببین گربه هم جدا شیر سالانه، شیرم جدا گربه سانان داریم کلا، شیر سانان حالا، ولی خب در کل ببینیم که به کجا میرسه. مرسی که تماشا کردین ما رو. خدا نگهدار. مرسی اینکه وقت گذاشتید و تا ویدیوهای بعد با ما همراه باشید. خدا نگهدار.